هر وقتا که بنده فکر کنه که اندکه که عمرش برای آخرتش گذشته، همین گونه فکر قلب می شوشته، زیرا را که پیغمبر خدا گفته که 1 ساعت فکر کردن برای ثواب آخرت بهتر از 1 سال نماز نفل خواندن. کسی 1 ساعت فکر میکنه که کاری خیری من کدام باشه، ذکر خیری من کدام باشه، یاد آخرت من کدام باشه، 1 ساعت فکر کنه از 1 سال عبادت نفلش بهتر بوده. فینبغی للعاقل ان یتوب من الذنوب الماضیه. انسانی صاحب عقل، انسانی با عقل، ترا خدا عقل داده، گناه های گذشته تا گریبان تا قبل گریه کن و توبه پرس از او و یتفکر فیما یقربه. فکر کن که چی ترا به خدا نزدیک میکنه و چی ترا نجات میتیه و در روز قیامت چی عمل نامه اعمال ترا به دست راست میتیه. اینا فکر کن. در عمل کوتاه نبیا، در توبه سیر حرکت باش، هر دقیقه ذکر خدا تا زیاد کن، زیرا که تو سیقل میابی و پاک میشی. و یترک مناهی، کارهای بی معنی را بس کن، کارهای پرگناه بس کن، عملهای زشت بس کن، زیرا اینکه عمل زشت قلب بدبو میکنه، یاد گناه قلب بدبو میکنه. عیسی مسیح گفت اگر در یک جایی که علنگه علاب باشه، مهرین و تریزه های شما بوی باشه، دود علاب و بوی همون علاب خانه شما میدره؟ گفتم بله میدره. گفتم چیکار میکنه؟ گفتم بدبو میکنه. گفت یاد گناه و فکر گناه هم همینه، ایمان شما رو بدبو میکنه. و بعضی دودای هسته که دیوالا رو سیاه میکنه. گناه رو نکنی و یادش کنی و فکرش کنی، قلب چی میکرده؟ سیاه میکرده. برای پیش از رفتن او زمین قیامت و گور یگان چی روی کنی خدا میگاخی و فردا میره. آخه اوجا یا چی روی کنی؟ آخه من اینجا کار میکنی کن فقط خانه خام وطن میری. آخه یا چی روی میکنی کن اونجا که خانه تا آباد کنن و چراغ تا روشن کنن و برای دسترخوان یا چی گیرن و اینجا کار میکنی که همونجا نویگری شما. آخه پگه همونجا میری کو. خدا در قرآن برای ما گفته است آخه پگه میری همونجا. آخه اوجا رو آباد کنه، اوجا رو یک چراغ شیرونه، او گورم آباد کنه، او قیامتون هم آباد کنه. یعنی که ما عملت فی یوم القیامه، آخه یگان کار یگان عمل کنه در آن روز قیامت که قیامت هم آباد شود. اعلم ایها الناس، ای مردم گوش کنه، ان النفس الاماره بالسوء، این نفسی که آدما را به کفر میبره این چیزی بده، این دشمن مانه، ای ابلیس هم این گنده های، این شیطان به قوت میکنه، هوای نفس همه را پست میکنه. کدام نفس؟ نفس اماره، نفسی که ای خدا بیرون میبروی، نفسی که از رسول الله بیرون میبروی، نفسی که از شریعت بیرون میبروی. این نفس گفته تو را به ایمان میکنه. ای بچه آدم حیف نکخته. و شهواتها، و کشش های این نفس همه را فریب داد. هیچ کس در امان نماند، هیچ کس در امان نماند، همه را فریب داد، همه را حیف کرد. زیرا اینکه کسایی که از خدا و رسولشان به امید این نفس دور شدن، وای بر حالشان. به نفسم نمیشوه، نفسم حلاله همون وقتی که او در چارچوبه دین خدا و رسولش باشه. لأن من تبع نفس الامن والغفلة والراحة والفترة والكسل فدعواها باطل و کل شیء منها غرور. هر شخصی که پیرو شو به نفسش، گوه که این نفس
من غافل نمیکنه، من در راحتم، من تنبل نمیکنه، من هیچ محل یگان کار نمیکنه. میگه نه، دعواش باطله، زیرا این که انسان ها از لجام کردن نفس به درجه های بالا رسیدن. وقتی انسان گشنه میمانده ایمانش نور پیدا میکرده. یک ماه شریف رمضان ده ایمانا نور پیدا میکنه. من بازم میگم هر آن نفسی که ما را از خدا دور میکنه وای حرامه. هر آن نفسی که ما را از رسول دور میکنه وای حرامه. هر آن چیزی که در چارچوبه خدا و رسول وای حلاله. و کل شیء منها غرور. هر کسی که از خدا و پیغمبر دور شد و قسم به خدا فریب خورده، فریبی سخت خوردگی است. و این رضیت عنها و تبعت امرها هلکت. اگر راضی باشه در همه زندگی، پیرو باشه به همه زندگی که از خدا و پیغمبر دور باشه، وای بر حالش که هلاک شده، وای بر حالش که هلاک شده. و این غفلت عن محاسبتها، پانسون در بچت میتی میپرسی اگر خدا ایچی رو نمیپرسن. هر کسی که از حساب خدا غافل باشه وای بر حالش. از خدا، از حساب خدا غافل نشه بگه پگه میپرسه او، پگه این نفس ها رو میپرسن، پگه این سلامتی رو میپرسن، پگه این نعمت های دادگیش رو میپرسن. امروز کو یک پنج سامان دادن ای بچه میپرسی و این قچی را داده نمیپرسن. میگن شما غافل نشوی. غرقت، وای بر حالت غرق شدی. و این عجزت عن مخالفتها، نفس به درجه آدم متهم میکنه که تو دیگر ناتوانی که او در زید برایی. منم آدمایی که حرام میخورن، حرام میپوشن، حرام کار میکنن و یا دیگر بنده نفس شدگیان و یا عاجز شدگیان، دیگه برآمده نمیتونن و یا دیگه برآمده و خلاص خوردن نمیتونن. و تبعت هواها قادتک الی النار. اگر تو پیرو با اون نفس باشی که تو را به حرام میبره، تو را به نیرنگ میبره، تو را به فریب میبره، تو را از خدا و رسول دور میکنه، وای بر حال. این یک لجامی هسته که تو را به جهنم نزدیک کرده، کشیده. احتیاط باش، احتیاط باش، احتیاط باش. وليس للنفس مرجوع الى الخير هي رأس البلايا ومعدن الفضيحة وهي خزانة إبليس ومأوى كل شيء لا يعرفها الا خالقها. از برای نفسی که شما را از خدا و رسول دور میکنه امید خیر نکنه، زیرا سرچشمه همه بلاها از خدا و پیغمبر دور شدن است. سرچشمه همه بلای کجا بوده است؟ از خدا و رسول دور شدن. گنجینه تمامی، خزینه تمامی آفت و بلا از بنده نفس شدن سر می شده. گنجینه ابلیس نفس پرستی بوده. همه بدی ها از داخل نفس پرستی پیدا می شود. نفس غیر خالقش کسی نمیشناسه، فقط نفس خدا میشناسه. خدا رای حلش گفت زده برای ما. یکم چیزی که ما و شما را از نفس بد دور میکنه واتقوا الله، چی بده؟ از خدا پروا کنی، از خدا پروا کن. برای هوای خنک سرتو میپوشانی، برای یک هوای سرد پوپوشی گرم میپوشی، پروا میکنی. برای ایمانت پروا نمیکنی، برای ایمانت زیق نمیشی، برای ایمانت یک مراتبه حسرت نمیخوری. چیکار کردیستم؟ ان الله خبیر بما تعملون. خداوند خبرداره به هر یک عملی ما، چی نیک میکنیم چی بد، چی شایسته میکنیم چی ناشایسته. برای همین هیچ محل در گناه سبوک ندانیم، هیچ محل ثواب کم ندانیم. شاید میگه گناه سبوک ندان که شاید در او غضب الله باشه.
هیچ محل ثواب کم ترک ندان که شاید در او رحمت الله باشد. پروردگار اولی تعلیماتی که به ما میته میگه از خدا پروا کنه، خدا را پیش نظرتان بیاره، خدا را بینا دانه، خدا را شنوا دانه، خدا را صاحب قدرت دانه و همه کار در حق شما میکنه، همه کار در حق شما میتونه. شما عاجزه در پیش او و دانه که از همه عملهاتان او به خبره. اوحی الله الی موسی علیه السلام، خدا با موسی گپ زد. یا موسی، ای موسی، این اردت ان اکون اقرب الیک من کلامک الی لسانک، میخواهی که تو به سوی من نزدیک باشی از همین سخنت، از همین زبانت، و من وسوسه قلبک الی قلبک، از همین خواهشات قلبت، از قلبت به من نزدیک باشی، و من روحک الی بدنک، میخواهی که از همین روح و بدنت به من نزدیک باشی، و من نور بصرک الی عینک، میخواهی که از نور چشمت، خیلی که به چشمت نزدیک اینم نزدیک باشی، و من سمعک الی اذنک، میخواهی که از شنوایی گوشت که در گوشت چقدر نزدیک اینم شنواتر به من نزدیک باشی، از همین نارم نزدیک باشی. فاکثر من صلات علی محمد صلی الله علیه و سلم، پس موسی صلوات آخران پیغمبر زیاد گو. اگر تو صلوات آخران پیغمبر زیاد گویی و من همین قدر نزدیکتر میشی. این شب صلوات های، هیچ محل صلوات فراموش نکنه. صلوات دروازه های رحمت میکشاید، صلوات غضب خدا را خاموش میکنه، صلوات ملائکه را به زمین نزدیک میکنه، صلوات حاجت های ما را کشاده میگردانه، صلوات ما را نورانی میگردانه، صلوات ما را به پیغمبر نزدیک میگردانه. صلوات چنان بزرگ است که موسی با این صلوات به خدا نزدیک شده. خداوند این زمین و آسمان با طفیل رسول اکرم آفریده. خداوند این قرآن به قلب پاک حضرت پیغمبر داده. این دنیا به نام محمد کلید می شود صلی الله علیه و سلم. برای همین اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم. این دنیای پر از ضرر، این دنیای پر از محنت، این دنیای پر از کشاکش، این دنیای پر از بی‌معنیگی و ناامیدی، از همه این در پیش صلوات رسول الله هیچیه که ما با نام او زنده ایم، ما با صلوات او زنده ایم، ما با نام او پایداریم. اگر او با نامش نباشه این دنیای پر و غم و محنت و ناامیدی ما در کار نیست. موسی میخوای به من نزدیک شوی، صلوات رسول ما زیاد